به تاریخ 17 الی 21 می در مسابقات پروژه ریاضی IMPC که در شهر آلماتی قزاقستان هر ساله برگزار میشه که امسال هفتمین دوره این مسابقات بود، اشتراک کردیم که در این مسابقات 23 کشور با 58 پروژه ریاضی اشتراک کرده بودند که ما خوشبختانه توانستیم با دو پروژه که از افغانستان شرکت کرده بودیم، یک پروژه از شهر کابل و یکی از شهر شبرغان، توانستیم که پروژه کابل 2 مدال طلا را اخذ کنیم و با پروژه شبرغان 2 مدال نقره را، که به شکل مجموعی به حساب تیمی افغانستان توانست که مقام اول در بین 23 کشور دنیا به دست بیاره و ما توانستیم که در بین 23 کشور به شمول امریکا، روسیه و استرالیا و دیگر ممالک پیشرفته بتوانیم بیرق افغانستان به اعتزاز در بیاریم و به جهانیان نشان بدیم که یک بار دیگه که افغانستان همیشه پیش قدم بوده، پیش قدم است و در آینده هم پیش قدم خواهد بود و سالهای آینده ان شاء الله افتخارات به افغانستان توسط جوانای ما و دست کوشش‌های جوانای ما زیادتر خواهد شد. بسیار افتخار داریم که امروز ما اولادای عزیز کشور خود می‌بینیم که به مردمشان افتخارات بسیار بزرگ آوردن، مدال طلا و نقره در ریاضیات آوردن و این نمایانگر استعداد اولاد کشور است و زحمتکشی و آرزوی فردای با سعادت اولاد کشور است برای کشور. ما از مکتب‌های افغان ترک و از رئیسشان و از استادایشان، از مدیر صاحب مکتبشان بسیار تشکر میکنیم که اولاد کشور ما را در حالت بسیار سخت بیچارگی و عدم موجودیت وسایل و تسهیلات تعلیمی قرار دارن، مساعدت میکنن و کمک میکنن و اینا را درس درست دادن و به این جای نیک و عالی رساندن. آرزوی ما است که انشاءالله از طریق وزارت معارف اینها با مجرد تمام شدن مکتبشان در افغانستان بخیر برای تحصیلات بلندتر در رشته که نامه خواهند به کشور که بهترین تحصیلات داشته باشد برن بخیر به اونجا تحصیل کنند و در رشته های که آرزو دارن و بهترین درجات لیاقت و تخصص خود برسانند و پس به کشور خود آمده اولاد آینده کشور اینا هم مثل که اینا تربیت دیدن تربیت بتن و یک کشور از احتیاج و ضرورت دیگرها خلاص کنه و با پای خود و با بازی خود استوار بسازه. خوش آمدین، بازم خوش آمدین. کامیاب باشید، کامیاب باشید، کامیاب باشید، کامیاب باشید بخیر. پروژه کابل ما که حتی پروژه کابل ما که به نام ما محترم حکمت چوپان رئیس عمومی مؤسسه افغان ترک و مدیر صاحب محترم لیسه افغان ترک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مصطفی ناصری صاحب مبارک باشه، مبارک باشه، کامیاب باشه، کامیاب باشه، کامیاب باشه. ان شاء الله که افتخارات بزرگتری به کشور بیارید. محترم مصطفی جان، مصطفی جان بسیار خوش، بسیار کامیاب باشه، سلامت باشه. محترم محمد رفیع جان، رفیع جان کامیاب باشه، کامیاب باشه، کامیاب باشه. دیار خب